سلام، وقت شما بخیر. به مجموعه خبری امروز از اداره تحقیقاتی و نشراتی روج خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها. رد داعیه 6 بار تماس در یک روز به وزیر خارجه پاکستان از سوی وزارت خارجه افغانستان. انتقال 1 کیلوگرم کالای صادراتی به $1 از سوی یک شرکت هوایی. بعد دست کم 20 کشته و زخمی در پی سقوط یک طیاره در آمریکا. امروز چهارشنبه 14 ماه عقرب سال 1404 خورشیدی در ادامه مشروع خبرها. وزارت امور خارجه میگوید که اظهارات اخیر وزیر خارجه پاکستان مبنی بر اینکه گویا مولوی امیرخان متقی در یک روز 6 بار با وی تماس برقرار کرده دور از واقعیت است. به گفته این وزارت، نخستین تماس تلفنی میان دو طرف در چارچوب تفاهم و هماهنگی متقابل صورت گرفته بود که اسحاق‌دار با ابراز بیخبری از وضعیت کامل گفته بود که پس از اطلاع کامل تماس خواهد گرفت و بر همین اساس تماس دوم نیز انجام شد. این وزارت افزوده که یک روز پس از این جریان وزیر خارجه پاکستان بار دیگر تلاش برای برقراری ارتباط کرد، اما به دلایل مختلف ارتباط برقرار نشد. وزارت امور خارجه تاکید کرده که بنیاد روابط میان دو کشور بر احترام متقابل، تعامل مبتنی بر واقعیت استوار بوده که چنین اظهارات نادرست در تضاد با روحیه احترام متقابل و تعامل دیپلماتیک میان دو کشور است. این وزارت ابراز امیدواری کرده که مقامات بلندپایه حکومت پاکستان در هنگام اظهار نظر به انعکاس دقیق حقایق توجه کنند. در نشست پیرامون صادرات کالاهای تجارتی افغانستان از طریق کارگوی هوایی به شرکت هوایی آریانا افغان هدایت داده شد که پس از این هر کیلوگرم کالای صادراتی را به قیمت $1 و کالاهای وارداتی را به قیمت 80 سنت انتقال دهد. در این نشست همچنان به وزارت مالیه و ترانسپورت و هوانوردی هدایت داده شده در فیس‌های خود به شرکت هوایی آریانا افغان 90% تخفیف اعمال کنند. به شرکت هوایی آریانا افغان نیز هدایت داده شد تا هر چه زودتر یک طیاره کارگو خریداری کند. گفتنی است که این نشست بر ریاست ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس وزراء و با حضور مسئولان وزارت‌ها و ادارات مربوطه برگزار شد. اداره ملی احصایه و معلومات میگوید که بر اساس آمار این اداره در سال روان خورشیدی 4.54 میلیون متریک تن گندم در سراسر کشور برداشت شده است. به گفته این اداره از این میان 4.13 میلیون متریک تن از گندم آبی و 404,000 متریک تن دیگر از گندم للمی می باشد. و در اخیر خبرگزاری رویترز گزارش داده که در نتیجه سقوط یک طیاره باربری در ایالت کنتاکی آمریکا دست کم 7 تن کشته و 11 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش این طیاره هنگام برخاستن سقوط کرده و آتش سوزی گسترده به وقوع پیوسته که به گفته مقامات ایالت کنتاکی احتمال افزایش شمار قربانیان وجود دارد. جهان سپاس از توجه و همراهیتان. برای تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان سری بزنید به صفحات اجتماعی ما در تلگرام، واتساپ و اکس.